خب این جلسه می‌خوایم راجع به امنیت سایتمون حرف بزنیم. ما یاد گرفتیم چطور بکاپ بگیریم و الان خیالمون راحته که اگه هر اتفاقی برای سایتمون بیفته یه بکاپ داریم. اما خوبه که بیایم امنیت سایتمون هم ببریم بالا تا ربات‌ها و هکرها خیلی راحت نتونن وارد سایتمون بشن. اینم اضافه کنم اگه ما سایت حساسی نداریم، یعنی سایت فروشگاهی، سایت حساس، بعیده که یه هکر بخواد بیاد وقت بذاره سایت ما رو هک کنه. خیلی موقع این ربات‌ها ان که میان سایت رو هک میکنن، چون اینا ولن توی اینترنت، یعنی همینجوری میچرخن و هر سایتی که ببینن ضعیفه بتونن بهش نفوذ کنن نفوذ میکنن، یعنی واقعا همین شکلیه ماجرا. ما برای امنیت وردپرس چند تا افزونه خوب داریم. یه دونش که رایگان و واقعا فوق العاده است و من بهتون آموزش میدم. خب میایم افزودن افزونه تازه. اسم افزونمون آلیمان سکیوریتیه ولی اینجوری سرچش میکنیم یا امنیت کامل وردپرس هم سرچ کنیم میاره. نصب رو میزنیم میبینید 1 میلیون هم نصب فعال داره و فعال سازی. خب حالا ببینید یه گزینه اضافه شد به پیشخوان به اسم امنیت وردپرس. خب بیایم داشبورد امنیت وردپرس. خب اینجا سنجش قدرت امنیتی رو میگه که فعلا پایینه. ما باید سعی کنیم اینو برسونیم به این وسط مسطا، جای خوبیه. خیلی هم نمیخوایم تا اون انتها ببریم این امتیازو، به خاطر اینکه دیگه میتونه برامون مشکل به وجود بیاره، یعنی توی عملکرد سایتمون اختلال ایجاد میکنه. این جلسه هم کافی از رو دست من انجام بدین، چون یه بار این تنظیمات رو انجام بدین کافیه دیگه، همیشه کار میکنه. فقط کافیه که اینو بروز کنید و اگه یه موقع نکته چیزی هم باشه من توی آپدیت ها و توی کانال حتما میگم بهتون. با داشبورد کاری نداریم، بیایم از اینجا تنظیمات رو شروع کنیم. خب تنظیمات اینا رو کاری نداریم، اینا فقط میگه پشتیبان بگیره از این دوتا فایل. حذف تنظیمات افزون این دوتا رو روشن بذارین که اگه یه موقع خواستین اینا حذف کنین یا از توی سرور حذف کنین کل تنظیماتی که انجام دادین حذف بکنه. این خوبه یک پراداده رو روشن بذارین. با اینا هم کاریش نداریم. خب اینم فعلا باش کاری نداریم. بریم امنیت کاربر. خب ببینید اگه سایت شما سایتی باشه که اصلا کاربر روش ثبت نام نتونه بکنه، یعنی نیاز به ثبت نام کاربر نداشته باشین، خود به خود امنیت سایتتون خیلی بالاتره، چون اصلا تنظیم کردین که کسی نتونه رو سایتتون ثبت نام کنه. خب مرحله اول اینه که نام کاربریتون ادمین نباشه، که اگه هست اینجا باید برین عوضش کنیم. مال من چون نیست اوکیه. مسئله دوم اینه که ویرایش نام حساب کاربری و نام ورود نباید یکی باشه، که الان مال من یکیه، پس میریم عوضش میکنیم. میایم اینجا ببین نام نمایش عمومی الان یه دونه اینه. خب اینجا میایم لقب رو عوض میکنیم، میذاریم مدیر. حالا اینجا یه دونه مدیر اضافه میشه و بروز رسانی. خب اینو اگه یه ذخیره کنیم و رفرش کنیم اینم اوکی میشه. خب اینم اوکی شد. اینم روشن کنیم و ذخیره تنظیمات. خب قفل ورود این ویژگی رو روشن کنیم برای اینکه اگه کسی 3 بار تلاش کرد و نتونست وارد بشه قفلش کنه. باز اولیش مثلا 5 دقیقه بعد 60 دقیقه. این دوتا رو هم روشن کنین و ذخیره تنظیمات. خب اینم کاریش نداریم و ذخیره تنظیمات. بیرون کردن اجباری اگه فقط خودتون مدیر سایتین و رو سیستمتون اصلا خاموش باشه. کاربران وارد شدم که الان اینجا میزنه یه دونه. مثلا تایید دستی اینم میگه که میخواین دستی کسی که ثبت نام میکنن تایید کنین. این بستگی به سایت خودتون داره، باید ببینین که میخواین یا نه. سالت رو حتما روشن کنین. خب یه بار میاره بیرون ما رو سالت. خب اینا رو کاریش نداشته باشین، آف باشه. تنظیمات اضافی اینم خاموش باشه. اینجا یه پیشبند جدولاتون WP باشه، یعنی اون موقع نصب یادتونه گفتم عوضش کنید. اگه عوض نکرده باشین اینجا باید حتما بیاین عوضش کنین. امنیت فایل اوکیه، اگه چیزی بود بزنین، امتیاز اینو بگیرین. محافظت پرونده آره اینو روشن کن که WP config sample رو حذف کنه. حتی خود وردپرس قبلا حذف کرده ولی حالا روشنش بکنید. اینم میگه اگه میخواین از تصاویر سایتتون جای دیگه استفاده نکنن اینا میتونید روشنش کنین. اوکیه. اینم روشن کنین. اینا رو هم کاری نداریم. حفاظت کپی هم حالا ممکنه یه موقع بخواین مثلا کسی تو سایتتون کلیک راست نتونه بکنه متنتون کپی نکنه، اینو میتونین روشن کنین. در نهایت الان با ربات‌ها میتونن یه اسکرین شات بگیرن بدن یه ربات تلگرام کل متنتون رو بگیرن. خیلی مهم نیست. قابم باز همونه.
استفاده کنه. دیواره آتش هم کار نداشته باشیم. بروت فورس اینو روشن کنیم. این تنظیم خوبیه. ببینید ما آدرس ورودمون، آدرس سایتمون /wp لاگینه. خب اینو وقتی اینجا میزنیم میتونیم یه آدرس جدید بذاریم. من میذارم mj-login. خب و ذخیره تنظیمات. الان آدرس ورود صفحه من میشه این. حالا یه بار بریم بیرون که ببینید الان ببندم سایتو. اینم اصلا ببندم. اینجا باید اگه تایپ کنم آدرس سایتم /wp admin، ببینید دیگه میگه اجازه ندارید به این صفحه دسترسی داشته باشین. باید تایپ کنیم mg/login. و خب بهتره که الان اینم دیگه ذخیره کنین که دیگه یادتون ممکنه موقع یادتون بره. و ورودو میزن. خب بریم ادامه. توی بورد فورس بودیم. تغییر نام برگه ورود. هانی پات و بقیه رو کار نداشته باشین. هانی پات رو ولی روشن کنین. خوبه. جلوگیری از اسپم خوبه. نظرات اسپم رو منتها بذاریم به عنوان هرزنامه علامت گذاری بشن و بعد از 14 روز هستشن که خودتون چک کنید. یه موقع ممکنه یه کامنتی چیزی باشه که هرزنامه نباشه ولی این تشخیص داده باشه. دیگه اسکنرم چی؟ ابزارم یه سری ابزاره. اینجا میتونین پسورد تایپ کنین بهتون بگه حدوداً چقدر زمان میبره تا این شکسته بشه. و احراز هویت 2 عاملی هم از این اپلیکیشنه که کد صادر میکنن برای ورود 2 مرحله دارین میتونین اینجا فعالش کنین و اینا. منتها به نظرم نیاز نیست، همینقدر کافیه. حالا بریم داشبورد امتیازمون رو ببینیم. شد 160 کافیه. یه دورم سایتمون رو چک کنیم. برگه ها اوکی هن. همه چی باز میشه. یه بارم بریم بیرون از سایتمون. صفحمون رو بزنیم ببینیم میاد. بله وارد شیم و همه چی اوکیه. و همینقدر تنظیمات کافیه و بکاپ هم که میگیره. در نتیجه دیگه خیالمون از بابت سایت و دیتامون راحته و امنیت سایتمون. بریم برای جلسه بعدی.